بچه به ادامه درس ما تا به جایی که خواندم پولینوم ثابت یعنی پولینومی است که ضرایب تمام متحولش صفر باشه و تمام یک عدد ثابت میمونه. آیا برای ما یک سوال ایجاد داده گفته که اگر همین پولینوم ثابت باشه قیمت‌های m را پیدا کنیم دو تا یعنی قیمت اینجا چند شود که این صفر شود. معلوم داریم که اگر n 5 شود 5 صفر ضرب صفر پس n 5 است و اینجا اگر شما فکر کنید اینجا اگر n 2 وضع کنیم 4 منفی 4 صفر که x مربع ضرب کنیم صفر میشه. پس اینمی صفر یا صفر تنها 13 عدد ثابت میکنه. و چطور پیدا میکنیم؟ به خاطر دریافت امی متحول ها یا اینمی ضرایب که خواسته شما چی میکنید؟ مثلا به صفر کنید یعنی 2 منفی 4 مساوی به صفر. از جای ما قیمتش پیدا میکنیم 2 مساوی میشه به منفی 4 طرف روان کنیم 4 میشه اطراف که به 2 تقسیم میشه یعنی اینجا این 2 به 2 خلاص میشه این مساوی میشه 4 به 2 تقسیم 2 بیشتر هم ممکنیم 2. خب اینجا 5 منفی n مساوی به صفر قرار بدیم منفی این خودش 5 کو طرف داره چی میشه؟ منفی 5 اطراف که باید منفی ضرب بخورم این مساوی به چند بره؟ یعنی به قیمت ها اینجا وضع کنیم یم صفر میشه تنها چی میمانه؟ 13. یک پولینوم چی است؟ ثابت است چون این 13 عدد ثابت است یا منفی 2 ببانه یا منفی جذر 2 ببانه هرچی عدد که اونجا ببانه اونم عدد ثابت باشه متحول نداشته باشه. پولینوم دیگه هست صفری یعنی تمام ضرایب از صفر میشه یا حتی عدد ثابتش باید مساوی به صفر که کل پولینوم مکمل مساوی به صفر شد. برای ما یک سوال در اینجا داده شما توجه کنید اگر اینمی پولینوم میگه صفری باشه شما قیمت بی را پیدا کنیم که چند میشه سی پیدا کنیم که چند میشه و ای را پیدا کنیم که چند میشه که ضرایب مساوی به صفر قرار بدیم بی منفی 4 مساوی به صفر بی چند میشه اینجا؟ 4. سی را ببینیم منفی 2 سی مثبت 6 مساوی به صفر میشه منفی 2 سی منفی 6 مساوی به صفر منفی 2 سی مساوی به منفی 6 رو طرف بره مثبت 6 اطراف به منفی 2 تقسیم سی مساوی به 2 3 2 6 منفی 3. ببینید که وضع کنیم اگر صد کرد این چند میشه 2 ضرب منفی 3 منفی 6 منفی 6 مثبت 6 صفر پس سی قیمتش 3 است سی مساوی به منفی 3. حالا ای را چطور پیدا کنیم؟ اینمی ضریب مکمل مساوی به صفر ای منفی بی جمع سی مساوی به صفر. ای قیمتش را نداریم منفی بی 4 است وضع کنیم 4 مثبت منفی 3 مساوی به صفر. ای منفی 4 منفی 3 منفی 7 میشه ای مساوی به چند بره؟ مثبت 7. خب ای را پیدا کردیم. حالا کلش اینجا که وضع کنیم نیم شاید صفر شود سکن 7 منفی 4 بیره 4 وضع کردم منفی 3 منفی 4 منفی 3 منفی 7 میشه مثبت 7 منفی 7 صفر اینجا صفر شد اینجا صفر شد پس این پولینوم صفری است. متجانس رو ببینیم یک سوال از متجانس کار کنیم میگه پولینوم متجانس توانهای تمام متحولش مساوی است. ببینید 2 توان از وای چند است؟ 1 2 جمع 1 چند میشه؟ 3. خیر اینجا این زید است توان از چند باید شود؟ اینجا باید 2 شود که 1 جمع شود 3. خب این ناشتا بکنیم n جمع 1 مساوی به 2 جمع 1 n جمع 1 مساوی میشه 2 جمع 1 3 میشه m مساوی میشه به 3 مثبت 1 اون طرف رو این چند میشه جورش؟ از 3 به 1 بره 2. خب این هم پیدا کنیم باید
n منفی 3 جمع 2 باید مساوی به چند قرار بدیم؟ مساوی به n جمع 1 مساوی n منفی 3 جمع 2 مساوی به n جمع 1 n اینجا از منفی 3 که مثبت 2 شود منفی 1 مساوی به این ممکنات شکل داره یعنی اینجا 2 ادا کنیم جمع 1 n منفی 1 مساوی به 2 جمع 1 چند میشه؟ 3 منفی 1 طرف داره 3 جمع 1 میشه n مساوی به چند میبره؟ 4 یعنی 4 ادا کنیم 4 که 3 بره 1 جمع 2 3 این هم 3 شد اینجا 2 هستیم 2 جمع 1 3 2 جمع 1 3 پس این کدوم متجاوز است شما این سوال ها رو بگیرید دیگه این سوال رو میخوام بچه پولینوم ها اقسام پولینوم ها را که شروع کردیم از پولینوم اول پولینوم های مکمل ناقص پولینوم های منظم غیر منظم ترتیب صعودی ترتیب نزولی و این ترکیب از این پولینوم ها پولینوم معادل است ببینید شماره 4 میشه یا 6 میشه هر کدامش که بود در کتاب شما میبینید پولینوم های معادل اگر پولینوم x مربع جمع 3x مثبت 2 با پولینوم m x منفی 1 کل مربع جمع n x منفی 1 مثبت p معادل باشد قیمت های m n و p را دریافت کنید سه ما چی رقم دیگر قیمتایش را دریافت میکنید با خاطر معادل بودن شما یک بار پولینوم ها را با شکل مساوی نوشته بکنید که رقم n x منفی 1 کل مربع جمع n x منفی 1 مثبت p مساوی بر x مربع جمع 3x مثبت 2 خب به خاطر معادل بودن باید ضرایب حدود متحول یا ضرایب متحولش با هم مساوی باشه یعنی ضریب x مربع با ضریب x مربع که طرف چپ یا راست باشه مساوی باشه ضریب x با x و عدد ثابت شد با عدد ثابت این در تعریف باشه ما گفتیم خب حالی این منظم نیست پولینوم باید ما به شکل درجه های زیر جور کنیم دیجه هست مگه ضریب x مربع هنوز مشخص نیست شما از صرف رو میفهمید اگر این خودش باشه این x منفی 1 کل مربع که نشان بدیم میشه x مربع منفی 2x جمع 1 مثبت این داخل قوس ضرب میکنیم n ضرب x nx منفی n ضرب 1 n جمع p مساوی به x مربع مثبت 3x جمع 2 هنوز هم ضریب x مربع مشخص نشده این داخل قوس ضرب میکنیم x ضرب x مربع میشه mx مربع منفی 2mx که یک ضرب شد چی میشه؟ مثبت n جمع nx منفی n جمع p مساوی به x مربع مثبت 3x جمع 2 خب حالا ببینید mx مربع با x مربع ضریبش پیدا شد می؟ ضریب x مربع یه چند است؟ 1 پس n با او مساوی میشه درست؟ n با 1 مساوی قیمت ایمان در یک جای نوشته بکنیم اینجا نوشته میکنیم n مساوی به 1 حالی ضریب x جور میکنیم ببینید اینجا x هست اینجا x هست خیلی ما یک کار کنیم و اگر ما مشترک باید از این x بگیریم ببینید n x مربع جمع یک دانه x در این قوس مشترک میگیریم داخل از این میمانه منفی تقسیم مثبت منفی 2 دانه n میمانه همراه از این مثبت چی میمانه؟ مثبت n x دیگه چی میمانه اینجا؟ یک دانه m هم باید این طرف رو داریم به عدد ثابت چون x نداره جمع m مثبت یا منفی n جمع p مساوی به x مربع جمع 3x مثبت 2 خب m خب بیشتر پیدا کنیم که مساوی به 1 است حالی ضریب x این قوس ضریب x است منفی این باید این قوس مکمل مساوی به چی شد؟ مساوی به 3 خب در اینجا مساوی میکنیم منفی 2 m جمع چی؟ n مساوی به 3 حالا این قیمت کنه باز بسیار سادگی پیدا کردن میکنیم منفی خودش منفی 2 m قیمتش 1 است نیم
یک جمع n مساوی بر 3 منفی 2 که ضرب یک شد چی میشه؟ منفی 2 جمع n مساوی بر 3 خب منفی 2 به طرف راست روان کنیم n مساوی بر 3 منفی علاوه چی میشه اون طرف که برم مثبت میشه مثبت 2 n مساوی بر چند میشه؟ 5 n هم 5 پیدا کنیم حالی عدد ثابت این مقدار عدد چی هست؟ ثابت است این مساوی بر چند قرار میدیم؟ مساوی بر 2 m منفی n جمع p مساوی بر 2 قیمتای ضرایبی که پیدا کردیم جواز کنیم m قیمتش 1 است این 1 تومانی منفی n هم قیمتش 5 است جمع p را نداریم مساوی بر 2 1 منفی 5 منفی 4 میشن منفی 4 جمع p مساوی بر 2 آیا اگر ما p را پیدا کنیم منفی 4 طرف راست روان کنیم p مساوی میشه بر 2 جمع 4 این قیمتش چند میباید؟ 6 خب این سوال در کتاب در صفحه 10 حلش هست شما میتونید که اینجا حلش ببینید و اگر مشکلی داشته باشید میتونید سوال کنید که سوال داره؟ براتون حل کردم در رابطه با پولینوم معادل یک سوال حل کردیم یا یک سوال در تمرین کارخانگی براتون دارم آن سوال پنجم تمرین حل میکنم شما باید مشابه به این سوال چهارم هم حل کرده بتونید درست است؟ خب این سوال برای ما گفته اگر پولینوم معادل باشه ضرایب چند ضریب گفته پیدا کنیم یعنی پولینوم px با qx معادل باشه شما چی را پیدا کنید از ما چی را میخواهید یکی b را در اونجا است اونجا b باید پیدا کنیم دیگه چی را؟ سی را باید پیدا کنیم و ای را پیدا کنیم و یک بار میبینیم که اینجا قیمت 2 منفی 3 مساوی بر 3b مثبت 4 با خاطر حل پولینوم‌های معادل شما ضرایب با هم مساوی کنید خب ضریب x به توان 4 اینجا ضریب چند است؟ 7 است 7 باید ما شما با چی مساوی قرار بدیم؟ با 3b جمع 4 یا سرچپه است 3b جمع 4 مساوی به چند بگیم؟ 7 این رقم 3b جمع 4 مساوی بر 7 اگر قیمت b را پیدا کردم میتونیم 3b مساوی به 7 مثبت 4 طرف را چی میشه؟ منفی 4 3b مساوی به 7 که 4 کم شود؟ 3 اطراف با چند تقسیم کنیم؟ یا این 3 که 3 خلاص رو گفته میتونیم جوابی هم یا اگر نفهمیدیم تقسیم چند کنید 3 با 3 خلاص b مساوی به 3 تقسیم 3 این قیمت b را پیدا کردیم حالی میریم طرف c خب بیاییم که a را پیدا کنیم اول 2a یعنی منفی شما میگیریم صحیح است؟ منفی 2a منفی 3 را مساوی به چند قرار میدیم؟ ببینید ضریب x مکعب چند است؟ 2x x شما میگیره فقط مساوی به ضریب از قرار میدیم درست است؟ مساوی به 2 بچه منفی را بیرون قوس است درست است؟ منفی بیرون است این را داخل ضرب کنیم منفی که ضرب چه منفی 2 منفی ضرب منفی مثبت 3 مساوی به 2 منفی 2a مساوی به 2 مثبت 3 رو طرف برای منفی 3 منفی 2a مساوی به منفی چند؟ 3 2 برای 1 اطراف به چند تقسیم کنید؟ منفی 2 یا منفی 2 این با این خلاص قیمت a مساوی به منفی تقسیم منفی مثبت 1 بر 2 این قیمت a را پیدا کرد حالی میریم قیمت چی را پیدا میکنیم؟ c را به اینجا میبینیم c به این قسمت است منفی هم اینجا پیش است دیگه باید بگید است اشتراک کنید منفی c منفی 3 مساوی به چند قرار بدیم؟ 5 نیست هیچ عدد ثابت در این طرف نیست ببینید یک داره که خود پس اینجا یک عدد را انتخاب بکنید که x نداشته باشه نیست مثلا اگر 2 نبود خواهی مثلا به 2 قرار بدید حالی نیست پس که نبود ضریبش صفر است مثلا چی قرار بدید؟ صفر
خب منفی داخل قوس ضرب بکنید منفی سی منفی ضرب منفی مثبت سی مساوی به صفر منفی سی مساوی به مثبت سی طرف داره منفی سی حتی با چی ضرب کنیم؟ منفی به یک دانه منفی ضرب بکنیم منفی ها از بین میره سی مساوی به چند میشه؟ سی این سوال در سوال پنجم تمرین کتاب صفر ده سوال پنجم صفحه 12 است شما باز میتونید میره حلش بگیریم یک سوال دیگه هم باز کار میکنیم